نه چیزی ندید. امروز مامان دیگه منو کشت. همش حرف تو خوبه. همش میگو واقعا من بهت تبریک میگم. واقعا من بهت از متانت، از وقار، از شخصیت. ولی راست میگه مسعود. از وقتی که باهات آشنا شدم یعنی چیزی که منجر شد به ازدواجمون این متانت و شخصیته. من خیلی خوشم. خیلی مامان همه جا نشست و گفت دیگه به من اینقدر گفت واقعا به این شوهرت باید افتخار کنی با این شخصیت و وقارش، با این متانتش. ولی دیدی دوماد خالم رو اصلا همه حرفشو میزن. مامانم گفت با مردی به این گندگی این لوس بازی ها چیه، چه عد و اطواره از خودش در می آورد. خیلی زشت بود، هیچکی اصلا خوشش نیومد. ولی مامان همش حرف تو رو هر جلسه منم گفتم راست میگی. ولی واقعا مسعود من واقعا به تو افتخار میکنم با این تیپ شخصیت و متانت، با این وقارت. واقعا خیلی خوشم میاد. ولی اون اصلا خلاف خانم مثل که صدای تلویزیون مسابقه محله فکر میکنم. بریم خانم ببینیم چه حالا میخوایی ردشو به نگاه کن. به یه باغ اومدیم تا مسابقه محله این هفته رو برای شما بیننده‌های و بچه‌های کوچیک اجرا کنیم. خب آقا شما شیرینکاری بلد، ما 3 تا کارو با هم انجام میدیم. خواهش میکنم. بابا قبلا ایشون فقط حرکت تعادلی داشتن، حالا 3 تا کارو با هم انجام میدن. بسیار عالی بود، بسیار عالی بود. خیلی ممنونم. متشکرم. شما آقا شما بیا. شما شیرینکاری بلدی؟ میخورم. میخورم. بخوری. یک و یک. بخور. یک و یک. بخور. 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 2 آقا شما بیا. شما بیا جلو. بله شیرینکاری یک بلدی بیا. بچا دست بیا. شما شیرینکاری بلدی؟ بله. بفرمایید انجام بدین. آها آفرین. خیلی مسخره دست درد نکنه. خیلی مسخره.